عقلیه چیست؟ شخصیه هر یک انسان از عقلیه و نفسیه تشکیل می یابد. اینجا قد و قامت، نمود ظاهری و یا دیگر صفتهای انسان یگان دخل ندارند، زیرا آنها غیر از پوست چیزی دیگر نیستند. آنها را یکی از عاملهای شخصیه گمان کردن و یا آنها به شخصیت تأثیر می رسانند گفتن تنگ نظری است. درک کردن چیزها و حادثه ها، به طور دیگر گوییم از بالای چیزها و حادثه ها حکم برآوردن انسان موافق یک قاعده معین که به آن ایمان آورده قلبش تسکین یافته است عقلیه می باشد. اگر این قاعده عقیده اسلامی باشد، یعنی اگر انسان در اساس عقیده اسلامی چیزها را درک نموده از بالای آنها حکم برآورد، عقلیه او اسلامی می شود. در عکس حال، یعنی اگر این قاعده عقیده اسلامی نباشد، عقلیه او اسلامی نمی شود.